امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در معرفی استودیوی نوی سیار تلویزیونی که از تکنولوژی معاصر صحوی ترکیب یافته است اشتراک نمودند. 10 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در معرفی استودیوی نوی سیار تلویزیونی که از تکنولوژی معاصر صحوی ترکیب یافته است اشتراک نمودند. استودیوی سیار تلویزیونی از 3 ماشین کلان عبارت بوده. در آنها دستگاه و تجهیزات نوترین صحوی که برای ثبت، پخش مستقیم و آرایش برنامه و نمایش‌های گوناگون پیش بینی شده است بندوبست گردیده است. به سرور دولت اطلاع داده شد که استودیوی مذکور امکانیت دارد چرابینی‌های سطح جمهوری، منطقوی و بین المللی را با صفت فول اچ دی یعنی دقیقیت بلند ثبت و به طور مستقیم پخش نماید. استودیو با 16 کامرای پروفسیونالی تامین بوده، 4 عدد آن به طریق فاصله‌ای اداره کرده می شود. باعث افتخار است که در پرتو سیاستی همخوانانه اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم جناب علی امامعلی رحمان نسبت وسایل اخبار عامه تاجیکستان هر روز ما پدیده‌های نوی را می‌شنویم و می‌بینیم که در جمهوری ما همه روزه تلویزیون‌های نو روی ماهواره پیدا می‌گردند و این روز یک پدیده دیگری را ما شاهد هستیم که با تشبث اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در فضای اطلاعاتی کشور ما یک استودیوی سیار نوی را با ما امروز پیشنهاد کردند، هدیه نمودند و ما میتوانیم با استفاده از این استودیوی سیار تمام سیاست دولت تاجیکستان، فرهنگ دولت تاجیکستان و ورزش جمهوری تاجیکستان را به تمام جهانیان معرفی سازیم. همچنین سیستم‌های ثبت و پیشنهاد برنامه‌های استودیوی نوی سیار امکان می‌دهد که به برنامه‌های تلویزیونی آرایش کامپیوتری داده شود. تمام دستگاه و تجهیزات نصب گردیده استحصال ژاپنیا بوده. این فناوری به طور مستقیم امکانیت دارد که برنامه و نمایش‌ها را به ماهواره ارسال نماید. به اطلاع مسئولین استودیوی مذکور فعلا در آسیای مرکزی نظیر نداشته، آن در دایره همکاری‌های متقابلا سودمند حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی کمیته دولتی شهر دوشنبه و حکومت جمهوری مردمی چین برای مؤسسه دولتی تلویزیون دوشنبه دسترس گردیده است. این استودیوی سیار دارای 3 اتوماشین می باشد که در این اتوماشین یک تا استودیوی سیار تلویزیونی است، دیگرش ماهواره استودیوی ماهواره‌ای است که با اون می توانیم موج تلویزیون تاجیکستان رو با ماهواره پیوست نماییم و نقلیات سومش این برق یاری دهنده می باشد که در حالت نبودن برق ما می توانیم از اتوماشین سوم استفاده برده استودیوی سیار را با برق مجهز نماییم. باعث خرسندی است که این استودیوی سیاری که عین حال با ما تقدیم گردید دارای 16 کامرای نوبرداری صفت بلندی پوره دقیقتش بلند مجهز می باشد، یعنی فول اچ دی. ما میتونیم تمام چهاره‌بینی‌های کشور را با صفت بلند با بینندگان تلویزیون تاجیکستان با بینندگان پیشکش نماییم. استودیوی سیار تلویزیونی دارای گنراتوری پراقتدار برقی بوده، امکان دارد تجهیزات کاری استودیو را با برق تامین نماید. ضمن معرفی اطلاع داده شد که در استودیوی سیار 40 نفر متخصصان محلی صاحب جای کار می‌گردند. یک گروه کارمندان علاقه از کورس‌های آموزشی استفاده برای این تکنولوژی گذاشتند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی دستور دادند که تجهیزات مذکور ثمرانک استفاده برده با استفاده از امکانیت‌ها سطح و صفت پخش نمایش و برنامه‌های تلویزیونی را باز هم بهتر نمایند. تامین تجهیزات معاصر تلویزیون توجه و غمخواری حکومت جمهوری تاجیکستان خواسته سرور دولت محترم امامعلی رحمان نسبت به رشد ساحه تلویزیون بوده و بالا برداشتن سطح و صفت برنامه‌ها و پوره ساختن فضای اطلاعاتی کشور مساعدت می‌کند. باید ذکر نمود که در دوران صاحب استقلالی مملکت یک زمره شبکه‌های نوی تلویزیونی از قبیل سفینه، بهارستان، جهان‌نما، ورزش، سینما، فوتبال و شهنواز با فعالیت آغاز نموده اکادمی واسطه‌های اخبار عامه تشکیل کرده شد. با دستگیری به واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان شبکه‌های تلویزیونی مملکت با دستگاه‌های معاصر ثبت، تنظیم و پخش برنامه‌ها تامین گردیده از روی فرمت دقیقیتش بلند اچ دی پخش برنامه‌های تلویزیونی راه‌اندازی کرده شد. امروز برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان نه تنها در فضای اطلاعاتی کشور بلکه در دیگر منطقه‌ها نیز طریق ماهواره دسترس می‌باشد. در این ردیف تلویزیون‌های محلی نیز با تجهیزات ضروری کاری با پررنگ نوسازی گردید.